خب بریم آنباکس بلندرمون رو انجام بدیم ببینیم کیفیتش مثل اون بلندر اولیه هستش که براتون چند روز پیش گذاشتم یا نه. حتی خوب اختلاف قیمت دارن. اون 240 واته، این چند واته؟ 40 وات. ولی خب اختلاف قیمتشون خیلی زیاد. بله یه شیکر فوق العاده خوش سایز، دور بدنش سیلیکونه، جنسش پلاستیک فشرده است، تیغش 4 تاییه. این قابلیت خورد کردن یخو نداره، ولی خب الان تستش میکنیم ببینیم میتونه یه شیک خوب برامون برای بعد باشگاه درست کنه یا نه. خب بستنی خریدیم، تبرمون رو آوردیم، بستنیه رو از چوبش جدا کنیم، شیرم آوردیم ببینیم یه شیر بستنی میشه باش درست کرد یا نه. خب بذاریمش کنار، شیرم بریزیم، یه شیک بستنی خنک پر پروتئین بعد باشگاه. از این شیکره وقتی میخوایم استفاده کنیم باید اینطوری تکونش بدیم تا حسابی مخلوطش کنیم. اوکی شد، عالی. یه شیک یه دست بهمون داد. حالا از آقای کارگردان میخوام که بهمون داخل اینم نشون بده. فوق‌العاده یه دست، عالی شد. من میرم تستش میکنم، به شما هم میگم خوشمزه بود یا نه. شما هم اگه به دردتون میخوره کلمه شیکر مینی رو برام کامنت کنین تا قیمت و محصول و مشخصاتش رو براتون بفرستم.